سلام بچه ها، خوش اومدید توی این ویدیو. اومدید توی این ویدیو ماینکرافت مود کالاف رو با محمد بزنیم. به خاطر اینکه چند روز ویدیو نذاشتیم، به خاطر که داشتیم روی کامپیوترمون سعی میکردیم ماینکرافت رو، چون اگه نمیدونید کلا باید بریم ماینکرافت رو یه جای دیگه نصب کنیم، چون کلا نمیاره براتون. به خاطر چی؟ باگیه که میگه مارکت باید پول بدی. بزن بریم. نمیخواد. حالا به هر شکل که بود ما رفتیم از جایی ریختیم و کنه، حالا یه جوری ریختیمش و اومدیم که برای شما ویدیوهای ماینکرافت بذاریم. از این به بعد ویدیوهای کانال ما همش ماینکرافته. همش ویدیوهای کانال ما همش گوشت. حالا بریم. یوتیوب بچه اجازه نمیده بیشتر از 15 دقیقه برای شما ویدیو بذاریم و من بهش گفتم یوتیوب نو بیشتر از 15 دقیقه ویدیو بگذاری. من خود تو به من باز خورده شیل نداده یاری. بدبختی نی شانس ما این نی. هادی بچه ها هادی دیگه نامسایی نمیم خودمون داشتیم بازی میکردیم. ببین من رفتم این تو جلوم توفنگ جلوم. من که 3 تا توفنگ دارم. من ارو دارم. یا توت رد شد. اوی دیدم دوربین. رفتم بچه این تو چیت هم زدیم نیومدم بیرون. مثلا چیت زدم نیومدیم. بریم بالا. فقط من یه کاری دارم. ماما بریم. واسه بیا بیا حالا بله بریم اینجا همینو بگیر بریم. این پایین همیشه برو آدم. بیا هر روزگار اینجا برو آدمه. بیا پایین. من افتادم پایین. یه چوزه جو دارم. اسپید بزن بریم. فقط بریم. بود چون ندارم. بچه ما آمدیم اول بازی. من بردارم بزن. بیا اینجا ببینم مدکیت گیر میارم مثلا. مدکیت باید آدم بکشی. الکی مدکیت گیر رو میاد که مدکیت اینجا شانس تو هم نیست. هیچ جا نیست. باید آدم بکشی. من میرم مثلا مدکیت گیر میارم. من تو دوش ایران واسد یه دونه مرد صداشو در نیاری. بیا برو تو اون خونه قایم شو بچه. برو مدکیت داره اون خونه. من وای میسم. عمو بیا شیل پیدا کردم. حالا تو فرق پیدا کردم. امن میشی. این تو بیدی مرسی. عمو نیما. عمو ایمان. وای حاجی آدم پیدا کردم بکنم. نه آدم حاجی این چی؟ توفنگ پیدا. مدکیت نیست. آدم کوش. همون جلوت آدمه. اون طرف میخواد منو بزنه. این آشش روزگار. ببین محمد کمک. محمد عدول بزن. محمد کمک. دارم برو میزنم. محمد کمک. ببین خوردی. ای بابا بابا خیلی بد شد. همین اول بار بیاریم سفینه رو خود. آره خدایی نریم. بیاریم اینجا این طرف خوبتر.
یه بچه یه چند دقیقه صبر کنید. ما کارای این رو کردیم که فقط بیاییم واسه شما من نکن کنم یه تیکه رو گیرم. بیا اینجا من اون سفینه بودن پر چیز بود اونجا بود. یه بار رفتیم ما 30,000 تا حاجی زیر پل آتمه تیره تفنگ نیست. ای وای تور تفنگه اینجا بچه اینجا که نی نمیدونم حالا اینجا خوبه اونجا رو اینجوری گاز برما یه بار اینجا رفتیم آیتمای خوب پیدا کردیم. من نگاه کن منو گاز آهان اینجا این بالا رفت تو بیا این پایین نه منو پایین نمبر تو بیا این طرف سوسکی بیاد بریم سوسکی حاجی ما هروی سوسکی بچه پنکه بچه ما باید بریم اون تو قلعه اون تو به تو بازه نشون بدم کدوم؟ توی قلعه طوری مدکیک پیدا الان ما مدکیت پیدا میکنیم شیلدم پیدا کرد دفعه قبلی ما این همه دنبال مدکیت گشتیم آدم پشت من محمد وای منو داده پشتته ای بیشرف وای محمد رو داشت نصفت میکردیم تور اون توفنگ داره رو بکش حالا من دیگه شارژم دارم حاجی اینجا یکی دیگه هست حاجی بودی مدکیت پیدا کردم تو با بگیر محمد این داره یه آدم دیگه اینجاست فرار کرد محمد با 2 ساعت چی میگی؟ من یه شیل داشتم لوت میکردم پر آیتم این تو من داشتم مدکیکو پدکیکو پرسک کیکی پاور 6 تا روش ببین رو بکشش دیگه من با شدن دارم میزنم ببین بیشرف تو جون منو سیف تو کرد هیچی دارم نگرد الله بیا این بالا بریم حاجی این لاین ما که فعلا با یکی داره من میزنه افتاد پایین محمد کمک وای بابا جلوت بودم دیگه با 2 ثانیه صبر میکردی برده بودی با بچه ها ایمپروب گفتم که this is all no 15 دقیقه ویدیو this is no 15 دقیقه ویدیو آقا چرا نمیذاری؟ اگه دوست دارید لباس کلاس فوتبالمون رو بهتون نشون بدیم حتما بگید کلاس فوتبال ما آرمانه 2000 نفره القدیر من بچه دروازه‌بانم میاد تمام وسایلی که داخل کلاس فوتبالمون خریدیم و بهتون نشون میدیم و حالش رو میبریم محمد بریم سفینه سفینه خوبه من نمیرم این سفینه بابا بچه بیننه بیا همینو بگیری بریم باز بیا سروسکا ابی دیگه تو کجایی؟ همینو مستقیم بریم از اینجا بریم بالای سفینه اینجا ها همیشه آدمه دیگه اینجا جاییه که آدم ها اسمان میشه و میان بعد بریم اون تو قلعه میخوای یه بارم بریم وای 3 نفر آدم در رفتم من تو در رفتی بیا کمک در نرو دمای تو شدم بیا کمک وای من ریزو قلب دارم بیشترف نکنش بیا کمکت دارم میکنم قرار کن بیا او یکی دیگه داره میزنه اون بالاست در رو من دارم با تو اینکه رو میرم بابا در رو خودی بچه هست بچه بود طرف از کجا میری؟ به ما بچه داشت
حاجی من چونی شدم. بابا اون تو نزن دیگه. وقت که ویدیو گرفت 10 دقیقه 12 این آخر دستیه که داریم بازی میکنیم. هر موقع بردیم یه خود برو و تمام کارمون بکن. دوست دارید براتون همه کاری میکنیم، جون میدیم. برو بریم کمک سفینه درو باز کن بریم سفینه. این دفعه دیگه توی سفینه بله سفینه. بریم همون جایی که آدم حل کردن. آجی میدم. بیا بریم پرو باشیم. چرا با آجی کل بریم این بالا پرو با لیرمون رو نشون بدیم. از این رو برو. خوب این رو سریعتر میره. آجی من اسپید گرفتم از تو سریعتر رفتم. آجی آدم آفرین 3 تا آدم. آفرین من دارم با مش میزنم تو با تفنگ. این ناوردی آخه خدایی تعریف 3 نفر. من خیلی جونم شما فرار کردم ببخشید. من درام گذاشت. بیا پایین وای الان میام کنم. وای من اصلا جون ندارم. محمد کجایی؟ من این بالا. یه کمکت بکنم. بیا من 3 نفر نوک کردم. 3 نفرشون هم نوک کردی؟ بیا تفنگ داری. خب نوک نکنی کی میخواد نوک کنه؟ من تفنگ ندارم. تیر نه. واس مدکیت بده بابا. مدکیت بده جون ندارم. بیا بده تیرو فقط بده. آفرین مرسی عقل داری. مرسی من نمیتونم هیچ کاری واسط بکنم. من باید همه کاری بکنم. آجی باز خودم کنم. من کلی تفنگ دارم. بیا یه دونشو به من بده. گشنه علی ببینیم بالا. کجایی؟ بیا پشت اسم تو رو خدا تفنگ بده. تو رو خدا مرسی. همینو بس 3 تا کلن داره عوضی. برو کنار. مرسی همین بس. بریم بالا. سر زده است من پشت بودم. محمد 13 دقیقه شد دیگه بچه. اینجا دیگه پارت 2 نداره. بچه اگه دوست دارید این پارت آخره. دوست دارید ما پارت بعدیش هم برای شما بریم همینجوری قطع کنیم بعد دلا استفاده یکی دیگه هم بذاریم. نه دیگه با بچه ها اگه دوست داشته پارت 2 شو میگیریم خودمون. بعد اگه دوست داشتید من میخوام عده این کسایی هستن که اگه که فاز اون یوتیوبر هستن که ما که رفتن اگه دوست دارید تمام دور همه چی میچرخن بیا تو هم بچرخ. حالی بیا من اینو پرد کنم. بچه ها بریم دیگه. محمد وای بچه بیاید بیا برای خونه یه چیزی اونم پرد کردم دونه. خب الان این چیزی بچه ها دیگه خداحافظ. بای خداحافظ. بای.